دوامی 13 روزی ماه اکتبر در ولایت سوخت 14 حادثه‌های سوختار به قید گرفته شده است که این رقم در مقایسه به سال گذشته زیاد ارزیابی کرده می شود. حادثه‌های سوختار بیشتر در شهر و ناحیه‌های سپتامین، کنی بادام، باباجان، غفورов، جبار، رسولov، خوجند و شهرستان رخ داده است. در این باره قهرمان قادرزاده سردار شعبه ریاستی خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت اطلاع داد و تاکید کرد که از 14 حادثه‌های سوختار در ماه اکتبر 12 حالت در منزل زیستی ساکنان و 2 عدد دیگر در نقلیات به قید گرفته شده است. سبب‌های اساسی سوختارهای سرزده آتشبازی کودکان و استفاده تجهیزات‌های معیشی، برقی و گازی محسوب می‌شود. تحلیل‌ها چنین نشان می‌دهد که سبب‌های اساسی سرزنی سوختار این از طرف شهروندان رعایت نکردن قاعده‌های ساختی تجهیزات برقی، نادرست استفاده بری تجهیزات گازی و تشویش آورش همین میباشد که نسبت به همین دوره سال گذشته فارغبالی کودکان یعنی که آتشبازی بچگانه زیاد به قید گرفته شده است. حادثه‌های سوختار در ولایت سوخت سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد و حالت فوت باشد کم گردیده است. بنا به اطلاع مسئولین ریاستی خدمات دولتی آتش‌نشانی در عموم دوام 9 ماه اخیر در ولایت 324 حادثه‌های سوختار به قید گرفته شده است که این نشان داد در مقایسه به همین دوره سال گذشته 7 عدد زیاد می باشد. حادثه‌های سوختار بیشتر در شهر و ناحیه‌های خوجند، استراوشان، اشت و استفره به قید گرفته شده است. یکی از سبب‌های اساسی سوختار در این دوره این مناقشه‌های مرزی ارزیابی کرده می شود. خسارات سوختار باشد 12 میلیون و 798 هزار و 750 سومانی را تشکیل می دهد. هنگام خاموش کردن سوختارها از جانب آتش‌نشانان مال و اموال ساکنان با مبلغی 47 میلیون و 840 هزار و 850 سومانی امین نگاه داشته شده است. بنا به اطلاع مسئولین سال جاری از طرف ساکنان حالت‌های دزدی قوه برق نیز خیلی زیاد شده است. از طرف مهندسان و ناظران نظارت دولتی به اختیار سوختار شهر و ناحیه‌های ولایت در شهر و ناحیه‌ها گروه‌های کاری تأسیس داده شده است که از طرف گروه‌های کاری تأسیس داده شده یک جای با کارمندان منطقوی میلیسیا و متخصصان ساحه برق ریدها گذرانده شده. در نتیجه ریدها 274 عدد حالت‌های دزدی به مبلغ 332181 سومان آشکار کرده شده برای چاره‌جویی به مقامات‌های دخلدار پیشنهاد کرده شده است. مسئولین ریاستی خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت اطلاع می‌دهند که یک حالت فوت هنگام سوختار در ناحیه اشت به قید گرفته شده است. سبب سوختار نادرست شنانیدن پیچ و دودبرا میباشد که این حالت باعث مرگ پیرمرد 76 ساله شده است. در عموم از 324 حادثه سوختار در سوخت 260 عددی آن در منزل زیستی ساکنان به قید گرفته شده است که این 80% سوختارهای رخ داده را تشکیل می‌دهد. موسم تیر ماه زمستانی در پیش ایستاده از طرف شهروندان احتراماً خواهش می‌نمایم که هنگام استفاده بری تجهیزات‌های گرمی دهنده، هنگام شناندن پیچ‌های بخاری، همچنین دودبراهای از سری نو از طرف متخصصان دعوت نموده به کار فرمودن شروع نمایم. از پدران و مادران گرامی خواهش می‌نمایم که به فرزندان خود اهمیت جدی داده گوگیردها و آتش فروزانک‌ها را در جایی از کودکان نادسترس گذارند. زیاد شدن حادثه‌های سوختار در شهر و نواحی ولایت سوخت کارمندان ریاستی خدمات دولتی آتش‌نشانی را نیز نگران کرده است. مسئولین از شهروندان دعوت به عمل آوردند که هنگام استفاده قوه برق و گازمایع احتیاطکار شوند و به کودکان آتشبازی را اجازه ندهند. هنگام سرزدن سوختار باشد برای خاموش کردن آن بیهوده آواره نشده سری وقت به ریاستی خدمات دولتی آتش‌نشانی زنگ زنند. گزارش فرزانه شمسی‌ای و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.